سلام بچه ها رپتایم، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. آقا امروز 3 تا از دمو ترک های جدید امیر تتلو که قراره موزیکای بمبی که داخل همین هفته یا همین ماه بیاد بیرون و واسهتون آماده کردم. قراره بریم ریاکشن بدیم. فقط یادتون نره کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، بیشتر بچه‌ها زنگوله رو بزنید برسیم 1000 تا. دمتون گرمه دیگه. مستقیم بریم ادامه ویدیو. خب بچه‌ها بریم شروع کردن به دمو رو گوش بدیم. 3 تا دمو از ترک‌های جدید تتل است که این 3 تا دمو به گفته خود تتل قراره کامل بشه. یکی دو تا موزیکای باحالش واسهتون رو آماده کردم، یعنی ترکایی که قراره زودتر بیان و واسهتون آماده کردم. خیلی دمو داده بود. حالا بریم گوش بدیم. دمو رو هم داخل کلاب هاوس میذاره. رفتم ضبط کردم و واسهتون آوردم که ریاکت بریم با هم دیگه. بریم. واسه هم کاش کاش 1 2 8 یه لحظه دست از این فکر که من میرم با اون بردار به من بالا پرکه بدی برات. این ترک ها رو بچه ها تتل آماده کرده، یعنی موزیکا رو بستال یا داره سرش کار میکنه یا قرار سرش کار کنه، یعنی اصلا شاید تموم شده و یه تیکه از موزیک پلی کردن و حالا پخش کردن و کارهای تتل خیلی باحال جدیدن. ولی حالا نمیخوام یه چیزی بگم که فناشون بر بخوره بهشون، ولی تو دمو قوی کار میکنه. بعد ترک اصلی میاد یه ذره ضعیف. این کارمو بود اصلا خورد میکروفون. میرم تا رو ابرا یه ثانیه مثل من باش که میکنم واسه خندوندنت 100 کار. واقعا قشنگه این دموش. آره خیلی باحاله. فکر کنم اون آهنگ داشت مهمونی بود تتل، تقریبا شبیه همونه. واقعا قشنگه. امیدوارم کار خوبش زودتر بکشه بالا دیگه. تتل ما واقعا نیاز داریم به کار خوبش. مثلا برگرد دوران 78 موزیکای 6 و 8 ببنده، مثل بزنم نفتر بیاد. خیلی آهنگای باحال‌تر. خانم وزیری یکم مثبت نگاه کن، حرف منفی و ولش که خب به من بدتر میزنه بدون نفامون اربار. یه لحظه دست از این فکر که من میرم با اون بردار به من بالا پرکه ندی فقط میشم واسه سربار. یه ثانیه مثل من باش که میکنم واسه خندوندن. خیلی خوبه. امیدوارم این موزیکش زودتر از بقیه بیاد بیرون. 2 تا دمو دیگه رو میشنویم ولی فکر نکنم دیگه دموی بعدی از این قوی تر باشه. نمیدونم. یکم مثبت نگاه کن، حرف منفی و ولش خب من باید ضربه میزنه بدون نفامون هر بار. قطع کرد. یه چیزی بگم، یه چیز خیلی جالب. مثلا محمد رضا میاد، یا اصلا محمد رضا نه، پوری گاتپوری برمیگرده دمو پخش میکنه کاری. و کلا مثلا کار گاتپوری 3 دقیقه است دیگه. خب 1 دقیقه‌شو پخش میکنه و مثلا دمو دیگه، بعد موزیک میاد میبینی مثلا 1 دقیقه اصلی موزیک همون بود، 1 دقیقه مثلا یه چیزی گفته. ولی تتل 1 دقیقه دمو پخش میکنه، 10 دقیقه فقط تایم موزیکش. اصلا گم میکنی، اصلا انگار داری موزیکشو گوش میدی انگار نشنیدی. ولی مثل گاتپوری نه، واقعا اینطوری نیست. یه جوریه که تو الان داری گوش میدی، اصلا اون دمویی که پخش شده راحت تو ذهنت میاد. ولی تتل انقدر ترکاش بزرگه، تایماش زیاده و یهویی بینش لابلا پانچ میندازه، حالا پانچ لاین میزنه، کلا فلوشو تغییر میده، بیت سبک بیت عوض میشه. اصلا احساس نمیکنی که این دمو رو داده قبلا. با یه دست پیش تو کشی، با یه با پس میزنی، از هر جا رد شدی به هر کی رسیدی یه دستی زدی. خودت تو خواستی به من، حالا به هر قصدی ندی مده عزیزم و برو، چون تو تا وقتی هستی بدی. با یه دست پیش این دقیقاً سبک موزیک من به کم راضی نیستم 78 میکشی، با یه با پس میزنی، از هر جا رد شدی به هر کی رسیدی یه دستی زدی. خودت تو خواستی به من، حالا به هر قصدی ندی نده عزیزم و برو، چون تو تا وقتی هستی بدی. آره خوبی قشنگی عزیزی ندی از دور. باحاله واقعا موزیکش. این موزیکا نمیدونم چرا نمیان بیرون و احتمالاً داخل آلبوم بهشت دیگه.
یه دونه اولین ترکم تتل بهشت بود اسمش، آلبوم بهشت بود، میگفت تو بگو بهشت کدومه. این تیکه میگه تو بزا برو منو، یه آهنگ داشت میگفت تو بزا برو منو بدو همه دقیقا مثل همونه این تیکه تکسش. کردم عزیزم وظیفم، آره تو ته بزرگی نگرامت و جماعتی، تو ته اختلاف بزرگی نگرامت و جماعتی، تو ته اختلاف طبقاتی منتقد را تو پرروز و خود ما، تو ته دریا من و ماجر شما قطراتی تو ته. یعنی تتل واقعا یه حرکت خوبی میزنه، البته به فناش داره حال میده، ما که فناش نیستیم ولی خب پوشش میدیم. یه کاری میکنه به فناش حال میده، مثلا داخل کلاب هاوس هر شب میاد روم میزنه، قشنگ میشینه و طرفدار صحبت میکنه، میارهشون بالا یا دمو میذاره. کلا کسایی که طرفدارشن مثلا خیلی پیگیری میکنن داخل اون رسانه‌ای که تتل داره، مثلا وایس چت، مثل وایس چت تلگرام دیگه، مثلا شما میری بالا صحبت میکنی، اجازه نداره هر کسی صحبت کنه ولی بعضیا رو یهو میبینی میاره بالا حال میکنه. و واقعا از یه آرتیست، حالا هر آرتیستی از پاپ میخونه، رپ میخونه، مثلا سینما، مثلا بازیگر طرف آرتیسته، واقعا انتظار میره که یه برخورد خوبی مثلا با فناش داشته باشه. مثلا تتل حالا نمیگیم نداره، مثلا عصبی میشه برمیگرده خوار مادر فناشو فوش میده. چی بگم ته پاکی و احساس منونی که فدات شد خون دلش کاس، تو ته خون ته حساس منم اونم که تو عشقت داره وسواس، با یه دست پیش میکشی با یه پا پس میزنی، از هر جا رد شدی به هر کی رسیدی یه دستی زدی، خودت تو خواستی به من حالا به هر قصدی ندی نده عزیزم برو چون تو تا وقتی هستی بدی، با یه دست پیش میکشی با یه پا پس میزنی، از هر جا رد شدی به هر کی رسیدی یه دستی زدی، خودت تو خواستی به من حالا به هر قصدی ندی نده عزیزم برو چون تو تا وقتی هستی بدی. حاجی این ترکش واقعا خدا بود، اصلا حال کردم این ترک رو شنیدم، خیلی دوست داشتم. امیدوارم این ترکش هرچی میریم جلوتر میگیم خدا این یکی زودتر بیاد، ولی این یکی امیدوارم واقعا زودتر بیاد. حاجی واقعا خدا بود ترک، چی دروغ نمیتونم بگم، خیلی قشنگ بود. بریم واسه ترک بعدی دیگه. زبیه تو به من میگی نرو میری ولی میگی تکراری روزا ولی نی دلیل، میگم خوب چیه تو فقط میگی بدی، نمیفهمم چیزی زدی یا اصلا چیزی دیدی که میری بدی تو جغرافی تو بزا برو منو همین یا نقطه کیری تری مرحرم شد تو روز میری بدی روز خوشگلی نیم بری، اگه جای دیدی بگو میریم سری. این ترکش هم فکر کنم واقعا خدا باشه چون قشنگ بود. کلا این دو تا ترکی داشت منو یاد اون میگه تو برو همه لباساتو جمع کن، فکر کنم تو آهنگ تو بزا برو منو، فکر کنم تو اون آهنگه احتمالاً، اگه اسم آهنگو اگه درست بگم. خیلی باحاله. من این سبک مثلا کلا داخل پلیلیست گوشی هم دارم آهنگ این حیف دیدی رفت، حیف دیدی رفت بود. واقعا قشنگه اینجور کاری تتل واقعا همه گوش میدن، حتی خانواده، مثلا تو هر خانواده شما بریم، حالا کاری ندارم بیشتر نوجوانا مثلا اصلا جوانا دارن رپ گوش میدن کاری ندارم، ولی الان یه فرد میان سالم مثلا من باد قرم تتلو رو 10 بار گوش داده شاید، مثلا چه میدونم نگو نه رو گوش داده، چون این آهنگایی که واقعا قشنگه، مثلا تتل داخلش فوش به کار نبره. حالا همه ترک‌ها رو نه، مثلا بعضی از آرتیستان تتل مثلا فوش نمیده، اون لذت اون چیزا آهنگ از دست میره کلا. اصلا کلا همینطوریه ها، مثلا تتل کلا سبکش اینه که یه آهنگش مثلا فوش نمیشه شاید هیت نشه آهنگ، اون فوشی که تتل میده خود تتل هم برگشت که فوشایی که میدیم باعث میشه آهنگا هیتشن اصلا دیگه. حالا سبک کارشون به موفق بوده، نمیتونیم بگیم اون موفق نبوده دیگه. حالا بچه‌ها دقت کنید که ما اصلا نباید به آرتیستا ولا هر کسی هیت بدیم، حالا یه سری‌ها میان هیت میدن ولی دیگه اهمیت نداره بهشون اشاره کنیم. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. یادتون نره کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید تا زودتر به 1000 تا برسیم. دوستتون دارم، به امید دیدار.